حدیث های صحیح در 7 مرتبه هست. عالی ترینش متفق علیه هست. خیلی که صاحب طلعت الانوار میگویند اعلی الصحیح ما علیه اتفقا فما روى الجعفی فردا ینتقا. عالی ترین صحیح آن حدیثی که دو امام ها در روایت آن اتفاق کردند. بعد از آن حدیثی که امام بخاری تنها روایت کردند. مرتبه دوم حدیث صحیح در دنیا حدیثی که بخاری روایت کردند، در صحیح مسلم آن حدیث است. در مرتبه سوم حدیثی که امام مسلم روایت کردند، تنها امام مسلم روایت کردند، در بخاری نیست. در مرتبه چهارم آن حدیثی که نه در بخاری هست نه در مسلم است، لیکن طبق شرط های بخاری مسلم است. در مرتبه پنجم حدیثی که در صحیح بخاری و در صحیح مسلم نیست اما طبق شرط بخاری هست. در مرتبه ششم حدیثی که نه در صحیح بخاری است نه در صحیح مسلم است ولی طبق شرط امام مسلم است. و در مرتبه هفتم آن حدیث صحیحی که نه طبق شرط بخاری است نه طبق شرط مسلم است، طبق شرط دیگر علما هست، مانند ابن خزیمه، مانند ابن حبان. حدیث صحیح هست ولی طبق شرط بخاری و مسلم نیست. یعنی اینکه پایان ترین حدیث صحیح است، نه حدیث